سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. اومدیم تو این ویدیو براتون فرم آهن بزنیم. اول یک 5x5 میکنیم. هر طرف یه 5x5 میکنیم. خب وقتی که کندیم 9 تا میریم پایین. وقتی که کندیم همه جا رو 9 تا میکنیم. خب بچه ها وقتی که 9 در 9 کامل کندیم نیاز به 20 تا تخت داریم. 20 دونه تخت. اینجوری 2 تا بلاک اینجوری از این طرف، 2 تا بلاک هم از این طرف. خب بچه ها وقتی که گذاشتیم اینجا از 2 طرف تخت میذاریم، اینجا و اینجا. زیرشون هم دقیقا همین کار میکنم. زیرشون همینجوری تخت میذاریم، دقیقا 20 تا تخت. 10 تا این طرف، 10 تا اون طرف. و این طرف هم تخت میذاریم، اینه همون طرف. اینجوری که وقتی که تخت گذاشتیم اینجا رو 2 تا بلاک میایم بالا. وقتی که 2 تا بلاک اومدیم بالا لازم به از این اسمشو بلد نیستم. خب 2 تا این طرف، 2 تا هم این طرف. همه جا رو به اینجا جوری پر میکنیم به جز وسطش و این گوشه ها. گوشه ها رو نمیذاریم، وسطش هم نمیذاریم. خب حالا که گذاشتین اینجا رو من سنگ میذارم. بعد بلاکی که دوست دارین میتونین تزیین کنین. حالا من اینجا رو میذارم که زامبی اسپان نشه. و نیاز به 20 تا ویلیجر داریم. 20 تا دونه ویلیجر. اینجا با 20 ویلیجر کنیم. این ویلیجر سبز هم نبا میشه. سبز نباید باشه. واسه اسپان نشده آیرون گلم. سرشون رو با هر بلاکی که دوست داریم دقیقا تا جایی که سرشونه میپوشونیم. هر بلاکی که دوست داریم میپوشونیم. خب و به یه نسبتی هر طرفی که دوست داریم میبریم که دقیقا بلاک اینجوری اینجا خالی بمونه.
اینجا که کردیم نیاز به یکی با یک چیز یه دونه چیز نیاز به اینا داریم بعدش اینجا یکی نباشید اینجا میذاریم و بعد به این پاکت میریزیم منتظر میمونید تا آیرون گلمون اسپان بشن. اسپان هم نمیشن.